ماه‌های حرام هستند، یعنی احترام خاص خود را داشته هستند. شما این ماه‌ها رو بشناسید. تقریبا عائله مسلمان تاجیک را شما نمی‌یابید که به فرزندش بگوید که سال شماری مسلمان ها از ماه محرم شروع می شود و با ماه ذوالحجه تمام می شود. در داخل این ماه ذوالحجه داریم، ذوالقعده داریم، ماه محرم داریم، ماه رجب داریم که عبادت ها جایگاه خودش را دارد. یعنی ماه های اسلامی رو مادر و پدری که به فرزند خود شناس میکنند که اکثریت خود هم به خبر هستند تقریبا نمیبینید. اما انا امروز 3 دکبر هست، ساعت 12 شود شیرینی میخوریم، ساعت 12 شود به خانه خیش و تبار میرویم، نمیدونم چیزهای دیگر میکفانیم و صدا میبراریم. تقریبا در عائله هایی که حجاب به سر دارند و شوهرهای نمازخوان دیده می شود که این را